look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم که با ادامه حروف ش همراه من باشین. بچه ها این حرف ترکیب حرف س با حروف صدادار یو هستش. س با یو، شو نباید سیو بخونین ها، همچین حرفایی ما توی زبان کره اصلا نداریم. شو اسمش به انگلیسی هم اینجوری نوشته میشه، مثل شوت یعنی پیراهن. رسیدیم به این حرفمون. این حرفمون شه کوتاه هستش که صداش هم میشه شه. اسمش هم اگه بخوایم به انگلیسی بنویسیم اینجوری نوشته میشه، مثل شتود یعنی متلاشی شد. رسیدیم به آخرین حرف از حروف ش که این شه کشیده هستش، صداش هم که معلومه شه. اسمش هم اگه بخوایم به انگلیسی بنویسیم اینجوری نوشته میشه، مثل شکسپیر اسمه یعنی شکسپیر. گفته بودم که توی زبان کره حرف ش خالی رو نداریم، ولی اگه بخوایم اسم یه نفر رو بنویسیم که ش خالی داشته باشه چجوری اون رو بنویسیم؟ مثلا میخوایم بنویسیم آرش، باید از شی استفاده کنیم، یعنی مینویسیم آرشی. اگه بخوایم اسم آرش رو به کره بنویسیم آرشی نوشته میشه. بریم یه دور از حروف ش که تا الان خوندیم و یاد گرفتیم و دوباره مرور کنیم. س با ی ش، س با یو شو، س با یو شو، س با یو شو، س با ای شی، س با ی کشیده ش، س با ی کوتاه شه. پس دوباره میخونم از چپ به راست. ش، شو، 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 شی، شه. اینجا دوباره بهتون تاکید میکنم که این حروف رو درست تلفظ کنین، نه یا اینجوری بخونین سیو. اینجوری تلفظ کردن اشتباهه، اصلا همچین حرفایی ما توی زبان کره نداریم. رسیدیم به این حرفمون. این حرفمون صداش هست ه. اسمش هم به انگلیسی همون اچ رو در نظر گرفتن و شکل ترسیمش هم که خیلی آسانه، یه حرف دایره شکل میکشین و 2 خط کوچولو که یکیش بلند و یکیش کوتاه رسم میکنید. بچه‌ها این حرف فونت‌های مختلفی داره، یعنی وقتی که بچه‌ها اینا رو میبینن قاطی میکنن، براشون ناآشنا میاد. اینایی که میبینید همه اینا حرف ه هستش. هر جا که دیدین بدونین که این حرف هه. حالا از کدوم شما بخواین استفاده کنید هیچ فرقی نمیکنه، مونده به دست خط خودتون. مثل هرو یعنی روز، رو. رسیدیم به این حرفمون. بچه‌ها اینم از اون حروفایی که 2 صدا داره، هم صدای ج میده هم صدای چ میده. حالا کجاها صدای ج میده کجاها صدای چ میده؟ وقتی که اول کلمه بیاد یعنی کلمه باهاش شروع بشه صدای چ میده، وقتی که وسط کلمه بیاد صدای ج میده. پس شد وقتی که کلمه باهاش شروع میشه صدای چ میده، وقتی که وسط کلمه بیاد صدای ج میده. اگه آخر کلمه بیاد چه صدایی میده؟ از استثناهای پدجیم هستش که توی پارت‌های بعدی بهتون توضیح میدم، فعلا همینا رو یاد بگیرین. بچه‌ها این حرفم فونت‌های مختلفی داره که هر کجا دیدین بدونین که این حرف همون ج یا همون حرف چه هستش. پس هر کجا این حروف رو دیدین همون حروف ج چه هستش. مثالا رو ببینید. مثال بالایی چو سا، چون اول کلمه اومده و کلمه باهاش شروع شده چه خونده میشه؟ چو سا یعنی آدرس. پایینی رو نگاه کنین، درست برعکس بالایی هستش. سوجو یه نوشیدنی سوجو هستش. چون که وسط کلمه اومده صدای ج داده.
چوسو ساجو. رسیدیم به این حرفمون. این حرفمون همیشه صدای چه میده. شاید الان با خودتون فکر کنین و بگین خب ما الان که صدای چه رو خوندیم، این چیه پس؟ اینو باید برین از خود کره‌ای ها بپرسین که چرا 2 مدل چه گذاشتن. همونطور که توی زبون ما 4 مدل ز هستش که خیلی مسخره است، توی این زبون هم که 2 مدل چه گذاشتن. بچه‌ها این صدا هم فونت‌های مختلفی داره که با دقت نگاه کنین و بدونین که هر کجا دیدین این همون حرف چی هستش. مثل یه مثال ساده آوردم واسهتون. چه یعنی ماشین. بچه این حرفی که میبینید همیشه صدای م میده. شکل ساختارش هم اول شماره 1 رو رسم میکنیم، بعد شماره 2 رو، بعد شماره 3 رو. من از شما خواهش میکنم که موقع رسم این از یک گوشهش امتناع ندید تا آخرش همینجوری ادامه بدین. طبق این شماره ها 1 2 3 طبق این رسم کنید. مثل موسن یعنی چی؟ موسن. توی پارت‌های قبلی در مورد این حرف دایره‌ای شکل چند تا نکته گفته بودم. همین که گفته بودم قبل از حروف صدادار می‌نشست، فرق نمی‌کرد که کلمه‌مون چند تا حروف صدادار داره. ما قبل از اونا می‌نشست و همین که نقش تزیینی داشت، هیچ صدایی ایجاد نمی‌کرد. بریم که چند تا مثال با هم دیگه مرور کنیم که خوب تو ذهنتون جا بیفته اگه یادتون رفته باشه. مثل یا او یعنی روبا. دقت کنین که هر دو بخش این کلمه حرف صدادار داره، هم یا هم او، که این حرف دایره شکل ما قبل از اون نشسته و هیچ صدایی ایجاد نمیکنه. یا مثل او یو شیر که توی هر دو تا بخشش هم این حرف دایره شکل اومده. حالا ما این نکته ها رو فهمیدیم. حالا بذاریم کنار، بیایم خود خصوصیات این حرف دایره شکل رو بفهمیم، ببینیم چه جوریه، اسمش چیه. این حرف جزء حروف بی صدا هستش و اینکه صداش هم اونگ هستش. اونگ اسمش هم به انگلیسی همون انجی هستش، نه اینکه انجی بخونیم ما، همون اونگ خونده میشه. و اینکه کجاها قرار میگیره. بچه الان میخوام موضوع پدچیم رو براتون باز کنم. سرتیتر بنویسین پدچیم. توضیحاتش رو همجوری که میگم یادداشت کنید. هر موقعی که در یک هجای 3 حرفی، هجا چه بود؟ همون بخش، یا در یک بخش 3 حرفی آخرین حرفی که با اومدن حروف بی صدا صداش بسته شده، اون جایگاه رو میگن جایگاه پدچیم. پس شد یک هجا یا یک بخشی که 3 تا حرف داره، اون حرف سومی که یک حرف بی صدا هستش، اون جایگاه حرف سوم رو میگن جایگاه پدچیم. پس جایگاه پدچیم شد جایگاه سوم یک هجای 3 حرفی. به مثالی که آوردم با دقت نگاه کنین. اول توضیحاتم رو خوب کامل گوش بدین، بعد میزنین عقب و دوباره یادداشت میکنین. روی گوشی هاتون کیبورد کره‌ای رو راه اندازی کنین و این 3 تا حرف رو کنار هم بیارین. پ، ا و پ. این 3 تا حرف رو اگه روی گوشی کیبوردتون بزنید، این سمت چپی ها رو میاره، سمت راستی ها رو نمیاره. اصلا سمت راستی اشتباهه. اگه شما اینجوری بنویسین این هیچ معنی نداره. توی همه هجاهای 3 حرفی اولین حرف که نوشته میشه، دومین حرف کنارش میاد و سومین حرف هم میاد پایینش نوشته میشه. پب اینجا پدچیم کلممون به هستش که توی جایگاه سوم نشسته. بچه این توضیحات پدچیم رو بعدم بهتون خوب توضیح میدم. حالا یه خلاصه وار بهتون گفتم که خوب تو ذهنتون جا بیفته. حالا بریم از مبحث درسیمون زیاد دور نشیم. این حرف رو داشتیم میخوندیم. یه ویژگی که داشت این بود که قبل از حروف صدادار مینشست و هیچ صدایی ایجاد نمیکرد. نقش تزیینی داشت و نقش نمادین داشت. و یه ویژگی دیگه داشت که صدای اونگ میداد و توی جایگاه پدچیم مینشست. به مثالای پایین نگاه کنی. مثال اولی پ به اضافه ا میشه پنگ یعنی اتاق. مثال پایینی که به اضافه او میشه کنگ یعنی توپ.
این هر دوتا مثال یک هجای 3 حرفی هستن که این حرف بی صدای انگ توی جایگاه پدچیم نشسته. حرفی که میبینین صداش هست که همیشه صدای که میده. شکل ساختارش هم اول شماره 1 رو رسم میکنین، بعد میایم پایین، بعد شماره 2 رو رسم میکنین. این شکل پایینی رو که میبینین گاهن شماره 2 رو به این طور هم میتونین رسم کنین. شما هر طور مایلین. بالایی که من کشیدم کیبورد گوشیتون هست، پایینی هم به صورت دستخط میتونین همینجوری بنویسین یا همینجوری تمرین کنین و اینجوری بنویسین. مثل کدا یعنی بزرگ بودن. کدا. رسیدیم به این حرفمون. این حرفمون صداش هست ت. همیشه صدای ت میده. شکل ساختارش هم اول شماره 1 رو رسم میکنین، بعد شماره 2 رو، بعد شماره 3 رو. بچه اگه شکل ساختاریش واسهتون سخته، شما هر طور مایلین اونجوری رسم میکنین. مثل تا سوار شدن. تا. رسیدین به این حرفمون. این حرفمون صداش هست پ. همیشه صدای پ میده. شکل ساختارش هم اول شماره 1 رو رسم میکنیم، بعد شماره 2 رو، بعد شماره 3 رو، بعد شماره 4 رو. بعد جای این دوتا شماره وسطی 2 و 3 رو میتونید بچسبونید به شماره 1. این کیبورد گوشی اینجوری با فاصله مینویسه، ولی شما بچسبونید بهتره. یه خوردم که کج میکشید. مثل پی بو یعنی پوست. پ با ای اومده، پی ب با او، پی بو. حروف مشدد یعنی چی؟ یعنی یه کوچولو تشدیددار خونده میشه. قبل از اینکه حروف رو شروع کنیم، نحوه قرارگیری روی کیبورد گوشیتون، این تصویری که مشاهده میکنین، اون فلش پایینی رو میزنین، بعد قسمت بالا حروف مشدد نمایان میشه. این اولین حرفی که مشاهده میکنین حرف 3 هستش. 2 تا حرف 3 هستش که کنار هم نوشته میشن که طرز نوشتارش هم قبلا توی پارت‌های قبلی توضیح دادم بهتون که چجوری نوشته میشه. صداش هم 3 هستش. مثل چی؟ مثل ایسایا. یه کوچولو تشدیددار خونده میشه. ایسایا یعنی وجود دارد. طرز خوندنش هم نگاه کنین. اول ای رو میخونین، بعد میایین پایین، بعد ادامهش رو میخونین. ایسایا. از چپ به راست میخونیم، از بالا به پایین. ایسایا. این حرفی که میبینین اینو قبلا خوندین، همون حرفی بود که صدای که و گ میداد. اینجا 2 تا کنار هم اومدن، صداشون هم هست گ. بچه همه این حروفی که الان دارم بهتون میگم، همه اینا رو قبلا خوندین، فقط از یکی 2 تا هستش. 2 تا کنار هم مینویسین شبیه هم. پس صدا شد گ. مثل کاگم. اول کلمه اومده صدای که میده که با که. این حروف مشدد گ، بعد اومده، بعد م. کاگم. بچه اون وسطی که همون یه خطی که قبلا خوندیم توی حروف صدادار، موقع خوندن نباید اینجوری بگیم کاگم. این اشتباهه. باید سریع و روون بخونین. کاگم. این حرفمون که 2 تا صدا داشت قبلا، صدای د و ت میداد. اینجا 2 تا کنار هم اومده، همیشه صداش هست د. مثل داراوا. د تشدیددار اومده با ر با اومده ر و حروف ترکیبی وا هستش که اینو توی پارت بعدی بهتون آموزش میدم. داراوا. دنبالم بیا. اینو توی دراماها زیاد شنیدین، میگه داراوا. این حرفمون که قبلا خونده بودیم 2 تا صدا داشت، صدای ج و چ میداد. اینجا 2 تا کنار هم نوشته میشه شبیه هم و همیشه صدای ج میده. ج. مثل زازنگ نادا. ج تشدیددار اومده با حروف صدادار ز
دوباره ج اومده چون که توی وسط کلمه اومده صدای ج میده، با انگ اومده. جا زنگ نا دا، جا زنگ نادا، جا زنگ نادا. بچه اون انگ کره ها وقتی که خیلی تند و روون صحبت میکنن اینجوری میگن جاجنگ نادا، جاجنگ نادا. اون انگ رو زیاد واضح نمیگن، جاجنگ نادا. رسیدیم به آخرین حرف از حروف تشدیددارمون که اینم همیشه صدای ب میده. ب ب مثل پاپایو. اول کلمه اومده صدای پ میده، پ با ا، پ. حروف مشدد بی که الان خوندیم ب با ا اومده، بعد یا، پاپایو پاپایو یعنی سرم شلوغه. اینم توی دراماها زیاد شنیدین، میگه پاپا سر شلوغه، میگه پاپایو آره سرم شلوغه. بچه‌ها حروف مشددم به پایان رسید. امیدوارم که براتون آموزنده بوده باشه. فقط هر کدومو چندین خط تمرین کنین، هم مثالا رو هم حروفو، که خوب توی ذهنتون جا بیفته. یارابون سوگاه هاشستایا، خسته نباشید بچه‌ها. امیدوارم که این پارت از حروف الفبا هم براتون مفید بوده باشه. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet.